هلو everyone، چطورین بچه؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل مدرکس. من محمدم و امروز قراره توی این ویدیو بهتون آموزش بدم که این استیم که وقتی شما استیم رو نصب میکنید و میخواید واردش بشید ارور میده و چجوری اونو برطرف کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یادتون باشه که حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که میاد این ویدیو رو میبینید. صحبت دیگه ای نمیمونه، بریم سراغ ویدیو پر انرژی. لیتس گو. خب رفقا، شما برای حل این مشکل سرچتون رو باز کنید، سرچ کنید CMD. خب و همین برنامه کامنده. خب همین رو باز کنید. بعد همینجایی که همینجا تایپ کنید IP config. خب یه فاصله بدین، یه چجوری بگم این الان ممیزه چیه، یه دونه از اینا بزنید، بنویسید فلاشت. این درست؟ بله، فلاشت. یه چیزای مسخره داره، من خودم نمیفهم چی نوشته. خب اینو اینجا وارد کنید. چه صدا اینجوری شد؟ خب اینتر رو بزنید. خب یه دفعه اینتر رو بزنید و اینجا میگه که successfully finished و اینا. بعدش همینجا که دوباره همینجا دیگه، من نمیدونم چی میگن اینجا رو. خب همینجا بنویسید همونو دوباره IP config. خب یه فاصله دیگه، یه دونه از این ممیز چیه بهش میگن renew RENEW. خب renew. یه اینتر دیگه بزنید. خب یه ذره صبر کنید، یه سری اعداد این خب اینا بیاد. بعد اینجا دوباره سرچ کنید NETSH. یه فاصله بدین وین ساک. بله درسته، اسم قشنگی نیست. ریست. خب ریست. یه اینتر بزنید. خب همه چی حله. حالا اینو ببندید، دوباره سرچتون رو باز کنید، سرچ کنید CP کنترل پنل رو باز کنید. تو این قسمت کتگوری اینو باز کنید، اینو بزنید روی این حالت. خب حالا برید توی نتورک اینترنت شیرینگ سنتر، این قسمت آداپتور ستینگز، روی این کلیک کنید. اونی که ضبط در نیست و داره بهتون اینترنت میده، حالا من با یک کابل لند وصل کردم به کیس، حالا شما با دانگل وای فای دارید و حالا زیاد مهم نیست. اونی که ضبط در نداره داره بهتون اینترنت میده، روش کلیک کنید، پراپرتیز رو بزنید. اونی که آخرش IPv4 اونو بزنید پراپرتیز. این واسه شما احتمال زیاد روی اینه، بیارین روی این. خب این DNSی که من بهتون میگم رو وارد کنید. اولی 8 و 8. اولی کلن 8، دومی 8 4 8 4 و 4. اینو اوکی کنید، اینم ببندید و حالا خب رفقا، شما الان باید یه دور سیستمتون رو ریستارت کنید و احتمال 90% مشکل حل میشه. رفقا من رکورد رو میبندم، سیستم رو ریستارت میکنم و بعد ببینیم که مشکل حل شده یا نه. خب رفقا من سیستم رو ریستارت کردم، الان بریم ببینیم که مشکلمون حل شده یا نه. و رفقا اگه دقت کنید آپدیت استیم نمیومد بالا که الان اومده بالا. چه سرعت خیلی قشنگ و خفنی هم داره.
رفقا من وای میستم که این آپدیت تموم شه و صفحه اصلی استیم بیاد بالا که کامل مطمئن شید که اه، این این روش کاملا کار میکنه و درست و جواب میده. و بله، صفحه استیم واسه ما باز شد رفقا. که همین دیگه، چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مشکلتون حل شده باشه. اگه مشکلی هم توی اه، روند باز کردن استیم داشتید، حتما توی کامنت ها واسه من بنویسید. سخن دیگه ای هم نمیمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت من ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که میاد اون ویدیو رو میبینید. خب دیگه رفقا، چیز دیگه ای هم نمیمونه، چند بار گفتم دیگه. همین دیگه، تا ویدیو بعدی میبینمتون. خلاق و پر انرژی و بهترین خودتون باشید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.